قسمت چهارم بازسازی. توی قسمت قبل تمام وسایلای موتور رو جدا کردیم. حالا توی این قسمت باید شاسی آماده کنیم واسه رنگانی. قبل از هر کاری باید شاسی رو تمیز کنیم. باید تمام نقاط رو تمیز، از بالا بگیر از پایین بگیر، همه رو باید کمکش هم باید تمیز کنیم که اونا رو هم رنگ کنیم. حالا باید جای زنگ زده رو سنباده بزنیم. کامل جای زنگ زده رو سنباده زدیم. کمی کار جوشکاری داره که باید اونها رو انجام بدیم. جاپایی‌ها رو جوش میکنین که محکم. حالا شاسی آماده رنگ‌آمیزی شد. قطعاتی هم که باید رنگ بشه رو آماده کردیم. فعلا تا اینجا 4 تا رنگ خریدیم که جمعاً شد 220,000. حالا از قطعاتی که باید مشکی بشن شروع. قطعاتی که باید مشکی بشن رو تموم میکنیم، میریم سراغ قطعات نقره‌ای. حالا قطعات نقره‌ای هم تموم میکنیم و میریم سراغ شاسی. شاسی رو مرتب داریم رنگ میکنیم. نقطه به نقطه شاسی رو باید با وسواس رنگ کنیم تا یک کار تمیز و مرتب داره. حالا کمکارم رنگ میکنیم و دیگه پایان کار رنگ‌آمیزی شد. این شاسی براق مرتب. وضعیت رنگ قطعات هم شد اینی که میبینید. تا اینجا که اومدی ما رو فالو کن و لایک کن، قسمت‌های بعدم ببین.